در این برنامه به نامه محرمانه سفیر ایران در ایتالیا از دیدارش با محمد ظاهرشاه شاه فقید افغانستان میپردازیم. این نامه از سوی آقای علی نقی انصاری سفیر وقت ایران در ایتالیا نوشته شده است. به جزئیات دیدارش با محمد ظاهرشاه پس از کودتای داوود خان پرداخته است و شرایط وی و خانواده‌اش در ایتالیا را در این نامه برای محمد رضا شاه پهلوی شاه ایران بازگو کرده است. خب، برای آگاهی از محتویات نامه و این دیدار با هم گوش فرا می‌دهیم. نامه سفیر ایران در ایتالیا درباره شاهنشاه افغانستان، مورخ دوشنبه 23 میزان سال 1352 خورشیدی. نامه ای از علی نقی انصاری سفیر ایران در ایتالیا راجع به محمد ظاهرشاه پادشاه افغانستان رسیده بود. فرمودند به هر حال $20,000 بفرستد که به ایشان برساند تا جواب ایشان از افغانستان برسد و ضمناً بگو که از این جریان جز من و تو و انصاری کسی آگاه نیست. بعد مرخص شدم و کار پادشاه افغانستان را راه انداختم. این بخش کوتاهی از نامه بود که شاه ایران به دربارش راجع به موضوع نامه ظاهرشاه دستور داده بود. اما مدتی پس از کودتا سفیر ایران در ایتالیا شبی به صورت مخفیانه به دیدار محمد ظاهرشاه رفت و این گزارش حاصل دیدار اوست. بعضی از قسمت‌های این متن که در کتاب آمده است دقیق خوانا نیست و به صورت نقطه نقطه نشان داده شده است. نامه عنوانی سفارت شاهنشاهی ایران، روم، 14 اکتبر. سرور معظم، سعی کردم کلیه مطالبی را که اعلیحضرت محمد ظاهرشاه احضار فرمودند به خاطر سپرده بر روی کاغذ بیاورم. امیدوارم اگر جملات نارسا بود عفو فرمایید که تقریباً عین کلمات خودشان است. به طور عمومی خیلی پریشانند و زندگانی بدی دارند. معلوم است که در امیدی جز توجه ذات اقدس ملوکانه ندارند و خداوند شاهنشاه ما را حفظ فرماید که قبله حاجات همه هستند. جناب آقای علم وزیر دربار شاهنشاهی پس از عرض احترام به استحضار میرساند همانطوری که عرض شد ساعت 8 شب 13 اکتبر به این جانب وقت ملاقات دادند. محل زندگیشان 1 ساعت با روم فاصله دارد و در محل دور افتاده است. فرزند کوچک ایشان با چراغ قوه این جانب را تا ساختمان راهنمایی کردند. اعلیحضرت پادشاه افغانستان با والا حضرت بلقیس وسط سالن کوچک و محقری ایستاده بودند و به من درود گفتند و گفتند بسیار شایق بودم شما را ملاقات و جویای حال برادرم شاهنشاه ایران بشوم. خبرهای رادیو دیشب ما را پریشان نمود. دخترم بلقیس که در سنت موریس محل تعطیلات زمستانی شاه ایران در سوئیس شرفیاب بوده و بسیار محبت دیده بود. دیشب را تا صبح خواب به چشمش نیامد. بسیار صحبت کردند و این جانب را در کنار خودشان جای دادند و گفتند میخواهم تمام ماجرایی را که در این مدت بر ما رفته است برای شما بگویم. داستان وقایعی که اتفاق افتاده بسیار طولانی است و وقت شما کم. در این روزهای سخت و دشوار تمام دلخوشی ما توجه و لطف بی حد برادر عزیز و مهربان ما شاهنشاه ایران بوده و هست. در روزهای اولی نتوانستم شما را ببینم چون خیلی پریشان بودم و تکلیف نامعلوم بود، ولی خوشحال شدم که اعلیحضرت شاهنشاه به یاد ما هستند.
40 سال برای حفظ استقلال افغانستان تلاش کردم. نمیدانستم دشمن در کمین ماست. در 1.5 سال اخیر اوضاع کشور من به کلی تغییر کرد. برنامه‌ها به انجام می رسید و کشور سر و سامان می یافت. از وقتی آقای شفیق صدر اعظم شد، فکر جوان داشت، زحمت می کشید. صحبت‌های زیاد با هم داشتیم. کمک‌های بی‌دریغ شاهنشاه و اندرس‌هایی که به ما دادند به حل مشکلات ما مفید افتاد. به لطف خداوند توانستیم مشکل بزرگ هیرمند را با وجود مخالفت‌های بسیار داخلی و خارجی حل کنیم. موقعیت خطیر بود. با زحمت بسیار از مجلس گذراندیم. به اوضاع داخلی سر و صورت دادیم. برنامه‌های مهم طرح شد. مشکلات یکی بعد دیگری به وسیله صدر اعظم ما و با کمک خود ما حل می شد. داوود مرد متعصب است. در وطن پرستی او شک ندارم، ولی نسبت به کمیته‌ای که در کنار اوست و برنامه ریزی می کند و دستور می دهد خوشبین نیستم. افراد کمیته اشخاص مظنون هستند. داوود سالها از سیاست دور بود و به اوضاع بین المللی وارد نیست. به مسئله پشتونستان و هیرمند با تعصب نگاه می کرد و نزدیکی ما را با کشور برادر با دیده تعصب می نگریست. اختلاف نظرها از همینجا شروع شد. چندین بار او را پذیرفتیم. خلق ما را تنگ کرد. کاری را انجام داد و راهی را رفت که ما انتظار نداشتیم و در عالم خیش تصورش را هم نمی کردیم. عمل او و رفتارش از تصور ما دور بود. در برابر سوال این جانب گفتند خیر، ما به کلی مراقب اوضاع بودیم. از نظر داوود و تحریکاتی که می کرد به خصوص در مورد هیرمند آگاه بودیم، ولی نه تا این حد، آن هم به دست داوود. صورت تمام کسانی را که در جبهه‌های مخالف و انقلابی بودند به ما دادند. آنها را می شناختیم و منتظر فرصت بودیم که دستور جمع‌آوری و توقیف دست جمعی صادر نماییم. مدارک و پرونده ها مکمل و آماده بود. با مجرد مراجعت به وطن دستور اقدام می دادیم. هرگز گمان نمی کردم داوود تا این حد جلو برود و رعایت احترام مقام سلطنت و خویشی را ننماید. و ما که 40 سال به افغانستان خدمت کردیم و به فامیل ما که فامیل خودش بود بسیار ستم کرد که عیال و اولادهای ما به طور معجزه آسا نجات یافتند. اتاقهای خوابی را که اینها استراحت کرده و در خواب بودند با گلوله‌های توپ ویران ساختند. نمیدانم چطور اینها خلاص شدند. از سر تا پای همه را بازرسی کردند و آن وقت رخصت دادند. آقای علی نقی ادامه می دهد که در این موقع ظاهرشاه خیلی متأثر شد و دستمالش را در آورد و گریه کرد. والا حضرت مقصود شاه دخت بلقیس است که در تمام مذاکرات حضور داشت، صحبت را تغییر داد و از خاطرات مسافرت سن موریس و عنایات خاص اعلیحضرت شاهنشاه ایران و اعلیحضرت شهبانو فرح تشکر و سپاسگزاری کردند. بعداً اعلیحضرت محمد ظاهرشاه سر بلند کرده گفتند اعلیحضرت برادرم و اعلیحضرت شهبانو خیلی با بچه ها محبت کردند. هرگز این محبت ها فراموش شدنی نیست. مکرراً سن موریس و خوشی‌هایی را که به آنها گذشته برای ما تعریف می‌کنند و ما را سرگرم می‌سازند. من برای شاهنشاه برادر عزیزم همیشه دعای خیر می‌فرستم و به ایشان احترام عمیق دارم و شاهد ماجراهای گرفتاری‌ها و مبارزات و فتوحات ایشان بودم و می‌گویم که در 10 سال اخیر در سایه درایت شاهنشاه ایران چه ثباتی در ناحیه به وجود آمده است و ایران
به ترقیات بزرگ نائل آمده و کشور مهم منطقه شده است. ما هم می‌خواستیم دنبال روی کنیم. همین برنامه ها را تعقیب نماییم. افسوس می‌خورم که داوود و اطرافیانش مانع ما شدند. خداوند عاقبت کشور عزیز ما و ملت نجیب افغان را به خیر بدارد. من در آخر عمر خود جز خیر و صلاح ملت خود آرزویی نداشتم. مدتی آهسته گویی با خود حرف می‌زنند و ادامه دادند: اردوها و شیعه های افغانی سخت طرفدار ما بودند، ولی مقاومت فایده نداشت. اردو در دست آنها بود. با وسایل مدرن سربازان گارد مرا گلوله باران کردند. افسران وفادار من همه در زندان هستند. داماد من هنوز در زندان است. اخیراً او را از زندان دست جمعی به زندان انفرادی انداختند. والا حضرت بلقیس اضافه کردند گویا هیچ از او خبر نداریم و شدیداً به گریه افتادند. مطالب بسیار دیگر گفته شد که بسیار تأثیر انگیز است. فقط برای اختصار به مطالب اصلی می پردازم. بعد محمد ظاهرشاه ادامه دادند که وضع ما نامعلوم است و در این موقع والا حضرت بلقیس از اتاق خارج شدند. پادشاه گفتند هنوز داوود و کمیته برای ما تکلیف روشن نکرده است. در این خانه محقر که بیشتر از 5 اتاق ندارد ما 22 نفر هستیم که زندگانی می کنیم. 5 پسر، 2 دختر و نوه های ما بدون مستخدم. در طول 40 سال ما زندگی لوکس نکردیم، ولی با این حقارت و ذلت نیز عادت نداریم. خیلی متأثر شدند. به نفع ملت خود استعفا دادیم تا از خونریزی جلوگیری شود. اعلامیه ای را که لابد دیدید صادر کردیم. به خاطر بقای کشور ما از همه چیز صرف نظر نمودیم. همه چیز ما را گرفتند. حتی به مقبره پدرم دستبرد زدند. اطمینان دارم که برادرم محمد رضا شاهنشاه از وضع ما متأثرند. آمدن شما هم امشب در اینجا همین را میرساند. ولی مطمئن باشید هیچ کس از این ملاقات ها مطلع نخواهد شد. اعلیحضرت شاهنشاه به ما و فامیل ما خیلی عنایت دارند. گاه گاه از حال ما میپرسند. باید برادرم را از حال ما مستحضر سازید و حتما به عرض ایشان برسانید که من نمیخواهم وجودم تیرگی بین دو کشور را به وجود آورد. خاطر با درایت شاهنشاه باید کاملا آسوده باشد. مشکلات شاهنشاه زیاد است. پختونستان و بلوچستان و ادعاهای مبالغه آمیز و تعصبات داوود و تحریکات کمیته مشکلات برادر ما را زیاد کرده، ولی ما اطمینان داریم که شاهنشاه به همه مشکلات فایق می آیند. پس از تحسین و تحکیم بسیار از تدابیر شاهنشاه و سیاست‌های خارجی گفتند خرج ما بسیار سنگین است. ما فقط می توانیم تا 2 ماه دیگر مصارف خود را تمویل کنیم. معلوم نیست داوود تا کی بیرحمی می کند. می دانم که برادرم شاهنشاه ایران به فکر ما هستند، ولی اگر به تنهایی بخواهند معیشت ما را بدهند سنگین است. انتظار ما این است که 3 کشور دوست ایران، عربستان سعودی و کویت با هم برای مخارج ما همکاری نمایند تا ملت افغانستان تکلیف پادشاه خود را معلوم نماید. ما 40 سال به ملت افغان خدمت کردیم. در اینجا آقای علی نقی می افزاید که ظاهرشاه خیلی منقلب بودند و مطالب زیادی آهسته آهسته گفتند که شنیده نشد. ظاهرشاه ادامه می دهد خداوند فامیل ما را نجات داد. باز هم ما شکر به خداوند می گذاریم. از خبر دیشب رادیو در مورد توطئه به جان خاندان بزرگ سلطنت خیلی متاسف شدیم. نگرانی ما شدید است.
از قول ما به شاهنشاه عرض نمایید دنیای بسیار بدی است، بسیار باید مراقبت نمود و به هر کس نمیتوان اطمینان کرد. داوود هر روز بدون رخصت به اندرون ما می آمد، با ما و ملکه در خلوت به صحبت می نشست، با بچه ها بازی و شوخی می کرد، با اسرار زندگانی ما وقوف داشت. می دانست من دیناری در خارج ندارم، به این صورت ما را گذاشته خانه ما را با توپ خراب کرد. داماد مرا در زندان شکنجه می دهد. همین دیروز شنیدم میوندوال که 3 سال قبل نخست وزیر ما بود و خیلی خدمت کرد، در زندان با کراوات خودکشی نمود. من به خاطر ملت نجیب و بیگناه خودم استعفا دادم. خدا آنها را حفظ کند. امیدوارم تا دیر نشده همه چیز را برباد ندهد و با کشور دوست و برادرش که حافظ سلامت و آسایش ناحیه است دشمنی نکند. داوود وطن پرست است، ولی بی اراده تحت تأثیر عناصر دیگر است. راه غلط می رود و فکر می کند به نفع مملکت است. شفیق نخست وزیر ما را در زندان برای چه نگه داشته است؟ شفیق به ما و مردم خدمت کرد و دوستدار ایران است. خیلی دیگر حرف دارم که می دانم وقت شما تنگ است. به عرض برادر تاجدار ما شاهنشاه ایران برسانید احترام و محبتشان در قلب ما است. متشکرم که در روزهای سخت به یاد ما بودید. متاسفانه در آن روزها نتوانستم شما را ببینم. توجه شاهنشاه هرگز و هرگز از خاطر ما و فامیلمان فراموش نمی شود. خداوند فامیل سلطنت پهلوی را از گزند محفوظ بدارد و ملت ایران و افغان را که هر دو برادرند و از یک خون و نژادند پایدار و آسوده بدارد. آقای علی نقی می نویسد: پس از 1 ساعت و 45 دقیقه اجازه مرخصی خواستم. دستور فرمودند قهوه بنوشید. نوه شاه که دختر والا حضرت بلقیس باشد سینی قهوه را آورد. عرض کردم پادشاه ننوشند که بیخوابی می آورد. فرمودند ما هیچ شبی تا به صبح نمی خوابیم. بسیار به اینجا اظهار مرحمت نمودند و شماره تلفن خودشان را مرحمت کرده گفتند صبح یا شب می توانم تلفن کنم. از حال برادرم همیشه به ما خبر بدهید و از حال ما هم به عرض اعلیحضرت شاهنشاه برسانید. مراتب احترام ما و خانواده را به عرض مبارکشان و خدمت اعلیحضرت شهبانوفرح برسانید. شاهنشاه ایران شاهنشاه ناحیه هستند. حفظ ناحیه به تدبیر ایشان است. ما زیاد مطالعه داریم. ایران هیچ وقت شاهنشاهی به بزرگی و دانش و تدبیر برادرمان شاهنشاه آریامهر نداشته است. خوشحالیم که میشنویم و میفهمیم ملت ایران این را فهمیده و با اعتقاد و علاقه قلبی رهبر خود را میپرستد. سفیر ایران مینگارد که ظاهرشاه گفت فرزندم باز هم شما را تا دم درب راهنمایی خواهد کرد. باز هم بسیار محبت کرده این جانب را مرخص نمودند. والا حضرت بلقیس به همراه برادرشان که تازه رسیدند مدتی در باغ که تاریک بود ایستاده با این جانب صحبت کردند و برای صحت و سلامت پادشاه پدرشان نگران بودند و از آینده خود و فرزندان و معیشتشان هم ابراز نگرانی شدید کردند. با عرض احترام علی نقی انصاری. این بود نامه سفیر وقت ایران در ایتالیا از دیدارش با محمد ظاهرشاه که برای محمد رضا شاه پهلوی نوشته بود. در گزارش‌های بعدی تلاش می‌کنیم از روابط محمد رضا شاه پهلوی و محمد ظاهرشاه مطالبی را نشر کنیم تا ببینیم
عمق روابط دو شاه همسایه چگونه بوده است. بار دیگر سپاس از همراهیتان. شاد و کامگار باشید.